سلام دوستای مهربونم، به کانال گردو خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم آش رشته درست کنیم. یه آش سنتی و معروف ایرانی که فوق‌العاده خوشمزه و خوش عطره. و اگر دوست دارید که بدونید این آش جا افتاده و مجلسی رو چطور میشه درست کرد، تو این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن این آش خوشمزه 150 گرم نخود رو 24 ساعت خیس کنید و طی این مدت دوبار آب نخود رو عوض کنید و دور بریزید. نخودهای خیس خورده رو درون یک قابلمه با گنجایش مناسب بریزید و روی نخودها آب بریزید. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید تا نخود با حرارت متوسط حدود 2 الی 3 ساعت بپزه. بعد از این تایم نخود رو چک کنید، باید نیم پز شده باشه. 150 گرم لوبیای چیتی یا قرمز رو حداقل 12 ساعت خیس کنید و طی این مدت دوبار آب لوبیا رو عوض کنید و دور بریزید و لوبیاهای خیس خورده رو هم به نخود اضافه کنید. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید تا لوبیا هم حدود 1.5 تا 2 ساعت بپزه. یه دونه پیاز بزرگ رو ریز خورد کنید و داخل یک قابلمه بریزید و با حرارت ملایم کمی تفت بدید تا سبک بشه. نصف لیوان روغن رو به پیازها اضافه کنید و پیاز رو با روغن دوباره کمی تفت بدید تا سبکتر بشه. یک قاشق غذاخوری پوره یا حریره سیر یا 5 تا دونه سیر تازه خرد شده رو به پیازها اضافه کنید. سیر رو در حد چند ثانیه تفت بدید تا نسوزه و تلخ نشه. یک قاشق چایخوری زردچوبه اضافه کنید و در حدی تفت بدید که عطر زردچوبه آزاد بشه. برای اینکه آشمون لعاب بیشتری بده 4 تا قاشق غذاخوری آرد گندم رو هم اضافه کنید. آرد رو کمی تفت بدین تا بوی خامی آرد گرفته بشه. یک قاشق سوپخوری 4 زیره برای اینکه آشمون خوشمزه تر بشه و نفخ آشمون گرفته بشه اضافه کنید. 1/2 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1/4 قاشق چایخوری فلفل قرمز اضافه کنید و در حد مخلوط شدن تفت بدین. شعله رو خاموش کنید و 2 لیوان آب سرد رو اضافه کنید و هم بزنید تا آرد باز بشه و گلوله نشه. بعد از گذشت حدوداً 1.5 ساعت از پخت لوبیا رو چک کنید، باید نیم پز شده باشه. اگر آب درون قابلمه کم شده بود، مقداری آب جوش هم اضافه کنید. مخلوط آرد و سیرداغ پیاز داغ رو به حبوبات اضافه کنید. 100 گرم عدس رو که حداقل 2 ساعت تو آب خیس خورده آبش رو دور بریزید و به آش اضافه کنید. 750 گرم سبزی آش تازه رو خورد کنید و به آش اضافه کنید. یک قاشق چایخوری نمک اضافه کنید و در حد مخلوط شدن آش رو هم بزنید. درب قابلمه رو فعلا نذارید و اجازه بدید تا آش با حرارت ملایم حدود نیم ساعت بپزه. بسته به ضخامت رشته آش حدود 300 تا 400 گرم رشته آش رو ریز خورد کنید و کم کم به آش اضافه کنید. در حد مخلوط شدن هم بزنید و درب قابلمه رو نذارید و اجازه بدید تا رشته با حرارت ملایم حدود نیم ساعت بپزه. تا رشته میپزه 4 تا قاشق چایخوری نعنای خشک رو داخل یه ظرف بریزید و 3 قاشق غذاخوری آب بهش اضافه کنید. روی حرارت ملایم نعنا رو هم بزنید تا آب اضافهش گرفته بشه و بوی خامیش هم از بین بره و بعد 5 قاشق غذاخوری روغن مایع به نعنا اضافه کنید. در حد مخلوط شدن هم بزنید و تفت بدید و حرارت رو خاموش کنید. با اضافه کردن آب نعنا نمیسوزه و رنگش تغییر نمیکنه و تلخ نمیشه. وقتی رشته رو به آش اضافه میکنید، آش رو باید هر 10 دقیقه یک بار از کف قابلمه هم بزنید تا ته نگیره. درب قابلمه رو بذارید و اجازه بدید رشته با حرارت ملایم نیم ساعت دیگه هم بپزه. بعد درب قابلمه رو بردارید و آش رو از کف قابلمه کمی هم بزنید و نصف نعنا داغ رو به آش اضافه کنید. در حد مخلوط شدن هم بزنید و درب قابلمه رو بذارید و آش رو برای 20 دقیقه دم کنید تا آشتون جا افتاده و همگن بشه. بعد درب قابلمه رو بردارید و حرارت رو خاموش کنید. آش باید جا افتاده و همگن شده باشه. اواخر پخت نمک آش رو بچشید، اگه لازم بود نمک بیشتری به آش اضافه کنید. بعد از خاموش کردن حرارت آش جا افتاده و غلیظ‌تر هم میشه. این هم از آش رشته خوشمزه و جا افتاده و مجلسیمون. آش رشته رو میتونید با نعنا داغ، پیاز داغ، سیر داغ و با کشک و به سلیقه خودتون تزیین کنید. نحوه درست کردن سیر داغ و پیاز داغ ترد و چیپسی و مجلسی رو هر کدوم به صورت ویدیوی جدا داخل کانال گذاشتم. سری به کانالم بزنید و این ویدیوها رو ببینید.
دوستای مهربونم، ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و اگر تا به حال عضو کانال گردو نشدید سابسکرایب رو بزنید و عضو کانال گردو بشید. زنگوله اطلاع رسانی رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید که میذارم با خبر بشید. تا یک آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.